کتابم خواندی. یک مولوی صاحب خفتن قطما میمان بود، جر و بحث است رفع الیدین. آخر گفت بله مولوی صاحب حق هست، خوی طور است که ما خو مردم ندیده که این طور است نمیتونیم. الحمدلله در تهجد که خیست باز رفع الیدین نکرد. ما برش گفتم مولوی صاحب بیگاه اعتراف کردی که حق است، آلی خو نه مقتدیت است و ما شیطانی هم نمیکنم که مولا صاحب رفع الیدین. اینجا چرا نکردی؟ میگه والا مرا در سخت جای گرفتی. ما گفتم سیکو ما باید این طور نشیم، ما همیشه تسلیم حق باشیم. تو را بالله قسم امی تو خو کتاب خواندی، حدیث خواندی، رفع الیدین حدیثش قوی و زیاد است یا ترک رفع الیدین؟ گفت رفع الیدین. ما کل عمر ترک رفع الیدین کردی، امی جا در خانه ما یک دفعه هم رفع الیدین نکردی. علمای پاکستان استادای خودی ما برای ما چی میگفت؟ رفع الیدین خوب است، دمی نفلا خوب بکنی. ما کاش که میگفتم ای عالم، کاش که بگویی که مردم حدیث پیغمبر ثابت است می امر، اگر چی در فقه ما گرفته که ترک رفع الیدین، لیکن حدیث رفع الیدین قوی است، ما باید چی بکنیم؟ رفع الیدین بکنیم. چرا بکنیم؟ به خاطر که امام ابو حنیفه رحمت الله چی توصیه کرده بود؟ اذا صح الحديث فهو مذهبی. حدیثی صحیح که ثابت شد امو مذهب ما، امو روش ماست، بیایی که عمل سرش بکنیم. یک کسی سر ما انتقاد کرد، گفت استادایت کلش مذهبیست یا حنفیست او تو سیکو؟ ما گفتم من مذهبیستم، ما خود کدام چیزی دیگه نیستم. مذهب تو چی را میگی؟ با کدام راه رفتن نمیگی؟ مذهب راه و روش میگه. ما با کدام راه و روش؟ برای روش پیغمبر روان هستم، مذهب است. آیا تو راه و روش امام ابو حنیفه رحمت الله خلاف پیغمبر میدونی که من برآمده باشم؟ گفت نه. ما فکر نه خود نمیدونی، خود راه و روش پیغمبر است، من روان هستم. پس بگو دیگه. نه والا استادایت که کدام عمل میکرد تو خلاف ازو میکنی. کدام عمل؟ صحیح که اینجا دعا نکردی، در مسجد دعا نمیشه. ما گفتم مفتی صاحب استاد ما بود الله مغفرت کنه، میگه او میکرد. ما گفتم بله گله دارم از پیشش، ثابت کنه برای من به دلیل، باز بعد از ما روش استاد خدا بکنم. اگر ثابت نتونه چطور من روش استاد عملی بکنم؟ تو بگو برام دلیل از کجا میشه؟ نه. اتامرون الناس، یا شما امر میکنه به مردم بالبر بنیکی و تنسون انفسکم، فراموش کردی نفسای خدا، و انتم تتلون الکتاب، حال است که شما تلاوت میکنه کتاب. خوب میبینه، قسم بده من خود شما را گفتم که گیر کنیش در تلویزیونا، در تلویزیونا گیر کنیش سوال کنی که میگفت که رفع الیدین در مذهب ما نیست، فرد زنگ برش بزنه بگو در حدیث پیغمبر است یا نه، صحابه کرده یا نه، تابعین کرده یا نه. که بگوید که صحابه کرده، تابعین کرده، در حدیث پیغمبر است، خو در مذهب ما که نیست خیر ما نکنیم بد است. همینطور باز سوال کنی بگو بد است که در مذهب ما نیست. اگر یک آدمی مذهبی یک مذهب مطابق حدیث پیغمبر عمل بکنه، این کاری بد است یا خوب است؟ که مولا صاحب در تلویزیون جام بمانه، حالی دیگه نه او طرف رفته میتونه نه این طرف. شما هوشیار شوید، نمبرها را بگیری. این را براتون واقعیت میگم، ان شاء الله امی سوالای تلویزیون بسیار موضوعات حل میسازه، بسیار نزاع از بین میره، مردم هوشیار میشه. این را قطع خود داشته باشه. افلا تعقلون، یا شما عقل نداره؟ آدم عاقل خو اول فایده را برای خود مناسب میبینه، بعد از او برای دیگرا چطور شده میتونه که فایده را به خود مناسب نمیبینی به دیگرا میبینی. معلوم شد که اگر کسی کار میکنه عقل نداره. چی نداره؟ قرآن میگه عقل نداره. کسی که عقل داره او فایده را اول برای خود انتخاب میکنه. در مورد عالمی که به مردم بیان میکنه و خود عمل نمیکنه وعید خیلی سخت آمده، بسیار سخت آمده. در یک حدیث میاد پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرماید در روز قیامت عالم دور داده میشه، مثل که در ارت گو آب میکشه دور میخوره، یا در جواز که میگه تیل که میکشه، نعوذ بالله. روده های عالم قطع عالم اینمیطور چرخ کده دوره زده رایسته و از بالا مقتدیایش که جنتی است برش آواز میده که فلان عالم. ما خو از جهت گفته های تو در تو مقام و منزلت رسیدیم که از این که در بالای عزت مندی دیگه نیسته. تو چرا؟ از همونجا برش آواز میده که من کسی بودم که شما را عمل نیک بیان میکردم، خودم عمل سرش نمیکردم. در این آیت ترغیب به سوی عمل است. انسان که کدام گپ میزنه باید در عمل امور پیاده بکنه. از همون خاطر است که دعوت عملی اثر خیلی زیاد داره از دعوت چی کرده؟ زبانی کرده. او گوی این معنای آیتی نیست
که اگر خودت عمل نمیکنی هیچ مسئله دین به مردم هم بیان نکن. نه، به مردم بیان کن اگر خودت عمل نمیکنی. خو لیکن بد کار است که خودت عمل نمیکنی او به مردم بیان میکنی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گاهی اوقات میرفت در سر منبر یک گپ میگفت. به خاطر چی میگفت؟ که خودش عمل نکرده بود. گفت به خاطر میگم که آلی خجالت بکشم، وجدانم مرا ملامت کنه که من امی عمل انجام بدم. ترغیبی تهجد بدم، باز بعد از او که من پایین شوم وجدانم برای من میگه که مردم ترغیب دادی به تهجد و خودت خو میکنی. از دو خاطر، به خاطری که من گفت تهجد بعد بخوانم. یقینا انسان باید همونطور باشه. دعوت عملی عالم از دعوت زبانی عالم خیلی رول مهم داره و خیلی مؤثر و تاثیرگذار است. اگر این کار نباشه بسیار سخت حالت است. الله رحم بکنه. واستعینوا بالصبر والصلاة، طلب امداد بکنی به صبر کردن و الصلاة، به نماز. صبر کردن، الله اکبر، چه علاج بزرگ است. هر روز تلفن میشه مولوی صاحب در فلان جای کار میکنم، یعنی طور شبه داره. والا روزگارم نمیچله اگر ایجا نباشم. روزگارم نمیچله اگر ایجا نباشم. راست میگه. خو کدام روزگارش نمیچله؟ روزگاری که ده قسم طعام باشه، روزگاری که بلدنگ کرا گرفته ده $500، روزگاری که موتری چند هزار قطش باشه. صحیح است که اگر اونجا کار نکنی امی رقم روزگاریت نمیچله. خو یکی اگر روزگاری که کفاف شوه او بدون از او هم میچله نمیچله. خدا فریب میدیم، وجدان خدا فریب میدیم. شما باور به الله تبارک و تعالی بکنی. امروز هیچ کس جاهل نمانده. یک قاعده عمومی ما داریم. ما در خانه خود تصرف میکنم، در خانه خود کلکین میمانم، بلند میسازم دیوالشه. تا که برای ما تصرف در خانه ما جایز است؟ بگوی که ضرر برای همسایه نداشته باشم. ملکیت خودم است، ما درش تصرف میکنم. خب بازم شریعت برای ما میگه کلکینی تا در موقع بان که همسایه دست پیشت ضرر نبینه. ملکیت خودت از شخصی. خیر چطور شده میتونه؟ تو چقدر عاقل هستی که در کدام جای کار میکنی راستی تا بگو که به مسلمان ها ضرر میرسه یا نمیرسه. خب واضح است. امروز کدام طفلم باقی مونده که پاره نفهمه؟ بله. خب باز بهانه چی میکنن؟ مولوی صاحب اگر من نکنم یکی دیگه میکنه. اگر من نکنم یکی دیگه میکنه. من مثال برش میدم. این موبایل از کسی اینجا افتاده و من سرش تیر شدم. موبایل از شیخ صاحب است، در اینجا افتاده. ما آمدم. اگر من این فکر بکنم که من موبایل میگیرم، چرا اگر من نگیرم دیگه کس میگیرم؟ خب 2 ساعت بعد شیخ صاحب میاد جای موبایل اسای میکنه، موبایل نیست، رفت خلاص شد. خب اگر من گفتم که نه موبایل من نمیگیرم، من مسئول نیستم، من از نگاه شرع در اینجا مکلف هستم که موبایل اگر بگیرم من باید اعلان کنم، در غیر از اون نمیگیرم شه. دوم نفر آمدم اما مکلفیت خود ادا کرد نمیگیرم شه. سوم آمدم نمیگیرم شه. شیخ صاحب نفر چهارم پس گشته موبایل خود در جای پیدا میکنه یا نمیکنه؟ پیدا میکنه. تو که در کدام دفتر وظیفه اجرا میکنی تو انجام نده، مسئولیت خود مکلفیت خود بدان. دوم که آمد او هم میفهمه که اینجا ضرر برای کی است؟ مسلمان است. او هم نمیکنه، سوم هم نمیکنه، چهارم هم نمیکنه، هیچ کس نمیکنه. تو جناب استی که اول میری در اون مداخله میکنی. دلایل ابلیسی و شیطانی را به خود پیش نکو. تو در پیش الله مکلف هستی. حکایات صحابه کرام مطالعه بکن چه رقم زندگی داشتن، چه قسم زندگی داشتن. یک دفعه بله خو این دنیا تیر شده نیست، زندگی با غیرت بکن. این دنیا تیر شده نیست، نان خشک بخو. یقینا کالای جنده ما تا آلی را در جان یک فقیرم کالای پینه شده را ندیدیم. دیدیم؟ خو مصعب ابن عمیر رضی الله عنه صحابی است که بچه یک آدم خیلی مالدار است او تمام عمر آنقدر نازدانه تیر کرده که کالای با قیمت خیلی بالا می پوشید. خو یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصعب ابن عمیر رضی الله عنه را می بینه که کالایش پینه است. او پیغمبر خودش یادآوری میکنه که الله رحم بکنه سر مصعب. ببینی عشق محبت دین ای وادار ساخته که از او زندگی بگوی تنازل کنه و بیا این زندگی را بپذیره.
این زندگی عزت بود. کالای ما تالی را پینه نخورده، چطور برای خود عذرا را بیان میکنیم که نمیچلم؟ چرا نمیچلی؟ اگر ما سری دین الله غیرت کنیم و از صبر کار بگیریم، واستعینوا بالصبر، صبر علاج کل مشکلات است. قرآن کریم درسی که برای ما میده، به انسان یقینا در زندگیش مشکلات متنوع است، مختلف مشکلات اقتصاد داره، صحت داره، ناهماهنگی خانوادهش است، قطش جور نیسته، همسایه قطش جور نیسته، کار روزگارش جور نیسته. کل زیر الله علاجش چی بیان میکنه؟ اول مثلا واستعینوا بالصبر، طلب امداد بکنه با صبر کردن. خیر است اکتفا بکن، تکلیف برداشت کن، دختری تا در دفتر خارجی روان نکن، زندگی مرفع را پشتش نرو، خیر است نان خشک بخو، عفت و غیرت تا نگاه بکن. بهترین علاج صبر است. رمضان آمده، ما توسط صبر میتونیم حکم الله را در سر برسانیم. اگر صبر نکنیم توش نمیشه یا نمیشه، گوش نمیشه یا نمیشه. بله، هر چیز برای انسان مهیام میشه، لیکن شما صبر میکنید. نماز بیگاه تراویح را بخوان تا 11 بجه را، بعد از او تا 1 ساعت خواب دیگه برات نمیاد، بعد از او 2 بجه پس بخیز، برای 2 ساعت تو خواب کرده ای. اگر صبر نکنی میتونی؟ نمیتونی. خود صبر اونمو نسخه خیلی قیمتی است که در کل زندگیت هم مشکل تو را حل میسازه و تو را هم یاری و همکاری میکنه. صبر بکن. از امو خاطر است که الصبر مفتاح الفرج، صبر کلید چیست؟ همه گشایش هاست، همه کامیابی هاست. از صبر کار بگی. ما خدا بی غیرت نمی کنیم، بی عفت نمی کنیم، از صبر کار میگیریم. صبر میکنیم، الله همیطور میگه. دوم چیز، آدم خود صبر میکنه، خو لیکن در پالویش عاجزی خدا به الله پیش کردن آمه است. هر روز دوستا زنگ میزنه، بسیار مشکل دارم، کدام دعا نیست؟ یک مقصد دارم که پوره شود، کدام دعا نیست؟ بله، قرآن برای ما مکمل راه را نشان داده. بهترین علاج که الله برای ما گفته، ضرورت به زبان کسی نیست. به اون دعاهایی که ملاها تجربه کرده که اینی آیت اینقدر بخون باز مشکل دل میشه، نه پیغمبر نگفته ای گپاره، او کتاب الله برای ای گپام نامده. الله برای ما برای حل مشکل راه را تعیین کرده. واستعینوا بالصبر، طلب امداد بکنی، از الله کمک بخوای، بالصبر، به صبر کردن، صبر پیشی خود بگیری، و الصلاه، نماز بخوانی، عبادت الله را بکنی. مشکلاتی که سری پیغمبر می آمد، حدث له امر فزع الى الصلاه، وقتی که با پیغمبر علیه السلام کدام کار پیش میشد جلتی میکرد به سوی کی؟ نماز. مشغول میشد در عبادت الله، عاجزی به الله تبارک و تعالی میکرد. امروز چرا ما فراموش میکنیم؟ عبادت الله را زیاد بکن، صبر بکن، الله تبارک و تعالی مشکل حل میکنه. و انها لکبیره، یقینا همین نماز، یک ترجمه، لکبیره خیلی دشوار تمام میشه، بزرگ تمام میشه، الا مگر نیست علی الخاشعین، بالای کسی که خشوع داره در قلب، از الله تبارک و تعالی میترسه. نماز خیلی سخت است. از شیرین خو خستن، در یخی باز رفتن، در برف و باران میرید وضو میکنی، بسیار گپی سخت است. در شیرین خوی چاشت که خوب به خو آمستی، آزان میشنوی خستن که 4 دفعه ملاق خود میدی، هیچ دلت نمیشه. خیلی سخت است یا نیست؟ خلی که نیست سخت بالای خاشعین. کسی که خشیت الله در قلبش باشه، خشیت الله را میفهمه، صفت درونی انسان است که آثارش در بیرون هم ظاهر میشه. خشیت از علم پیدا میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. هر قدر که معلوماتت با الله زیاد شوه، الله را خوب بشناسی، صفاتش بشناسی، خشیت الله در قلب تو زیاد میشه. بسیار ترس الله در قلبت زیاد میشه. وقتی ترس الله در قلبت زیاد باشه، امی مجردی که آزان میشه که میگی حالی کی میخیزه، بسیار مانده و زل استم، دستی جهنم دادت میه که حال زنه و مانده استم، دیگه گپ سرم نیسته، خالی میتونم که بخیزم. آیا تحمل آتشی الله را دارم؟ کدام آتشی که اعدت للکافرین وقودها الناس والحجاره، آیا او را دارم؟ 4 دقیقه پکه نباشه، کلکینا را برای 4 دقیقه ما بند میکنیم، پف کده و یوی نفس کشیده میریم. آیا در تفت و تموس جهنم توانایی داریم؟ برای ما اگر دروازه بسته شوه، خلق آدم قید میشه،
فریاد و چیغی آدم میه. آیا در او قبر توانایی داری؟ آیا در او جای زیقی که با مثل میخ کوبیده میشه در حدیث میه در اونجا تو توانایی داری؟ اگر انسان علم داشته باشه به جهنم، اگر انسان علم به صفات الله داشته باشه و تو بنده ترزاتی هستی که ادنا حرکت از الله پوشیده نیست، مکمل میبینه او از پیشت بازخواستم میکنه، حالی تو نماز ترک میکنی؟ کلا قطعا نمیکنی. از او خاطر الله میگه نماز سخت است، خب بالای کسی که خشوع داره سخت نیست. یک و اینها می خصلت صبر و نماز اردویش لکبیرتون خیلی دشوار است، هر کس توانمندی از زیره نداره که انجام بده. چرا؟ به خاطری که خود از ضعیف فکر میکنه. لیکن نیست سخت دشوار الا علی الخاشعین، نیست و اینها لکبیرتون دشوار است الا نیست دشوار علی الخاشعین، بالای کسانی که ترس الله در قلبش جا گرفته. ترس الله، خشیت الله که در قلبش جا بگیره، خشیت الله که در قلب جا بگیره باز تو رو وادار میسازه. دستی تم غلط دراز نمیکنی، چرا؟ خشیت الله است. در دنیا جلوگیری از همه جنایات چی چیز میکنه؟ عقیده. چی میکنه بگه؟ چی چیز میکنه؟ عقیده. او پلیسی است که همیشه قیتوست، در جای قیتوست. کامراهای بیرونی نیست که در جایی که دیده میشی تو را تصویری تا بگیره که باز خود پناه کنی بگوی تصویری تا گرفتن نتانه. پلیسی الله همیشه دینمی وجودیت است. تقوا عبارت از اینمی پلیس است، خشیت عبارت از اینمی پلیس است، عقیده عبارت از اینمی پلیس است. اگر جهانیان و افراد جهانی همین عقیده را داشته باشه، شما بگوی جنگ و جدل است، دزدی است، غصب است، حق تلفی است. ما از همون خاطر میگیم که اصل ضمانت کننده امن جهان کی کرده؟ نظام اسلام که عبارت از عقیده کیست؟ بگوی وحدانیت الله، پذیرفتن نظام الله است. کسی از ما سوال بکنه اسلام چی برنامه داره، چی مفهومی داره، چی فایده داره؟ بس اسلام دینی است که ما را از همه زشتی ها چی میسازه؟ جلوگیری میسازه. بس قلعه محکم است اسلام برای یک انسان که ایره نمیگذاره که عمل زشت انجام بده. خب شرطی که اسلام مفهومیشه بگه درست بدانه. الذين يظنون خاشعين، کدام مردم است؟ و مردمایی هستند یظنون که عقیده داره انهم کی مردما ملاقو روبرو شونده هستند ربهم، امرای مالک و متصرفی خود، امرای پروردگارشان. عقیده دارن که ما با امرای الله روبرو میشیم. کسی که عقیده داشته باشه با امرای الله، آیا او خشیت در قلبش پیدا میشه و نمیشه؟ میشه. شاگرد که 2 روز غیر حاضری بکنه استاد خیلی کم قهری باشه، خب میفهمه که من قطعی معلم صحبت من روبرو شده نیستم. پیش از اینکه در معلم برسه لنگاش چی میشه؟ یکی از عوامل درسخوانی ما چی بود خبر داری؟ بسیار میترسیدم از لب. نو که در صنف اول بودم امیلت که شروع میشد در اونجا ما پیش از 20 نفر پیش گریانه شروع میکردم و این عامل بود بالای درس خواندن ما. خب که شب میرفتم کاری خانگی را مکمل حل میکردم. خب زمانی که انسان این عقیده را داشته باشه خشیت الله در قلب پیدا میشه. و انهم الیه راجعون، و عقیده داره که یقینا اینمی مردم الیه خاص به سوی الله تبارک و تعالی راجعون، بازگشتنی استند به سوی الله تبارک و تعالی برای حساب کتاب. از او خاطر خشیت الله در قلبش است، همیشه قدم به احتیاط میگذاره، میفهمه که الله مرا میبینه، هیچ کس نمیبینه. الله مرا میبینه، الله قادر است، پیش الله رفتنیستم، الله از ما سوال میکنه. کل گپا برات واضح میشه، قدم به احتیاط میمونی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، ای اولاد یعقوب علیه السلام یاد کنی نعمتی مرا، التي همون نعمتی که انعمت انعام کردیم علیکم بالای شما، و انی یقینا مع الله میفرماید فضلتکم شما را برتری دادیم، و انی مع الله میفرماید فضلتکم ما شما را برتری دادیم علی العالمین، بالای مخلوقات، بالای کلی مخلوقات خو برتری نداده. قرآن خو میگه خیر امت اخرجت للناس، بزرگترین امتی کیست؟ محمد رسول الله. ماستیم ان شاء الله اگر ما پیروی بر حق از پیغمبر کردیم. ماستیم. چطور الله میگه؟ جواب این فضیلت چیست؟ جزئی است. او فضایلی که الله برای از نصیب کرده بود، نجات از فرعونیان نصیب از بود، از ما است. ما با فرعون روبرو نشیدیم که برای ما چی شود؟ بگه نجات داده شود.
برای از بحر چی شده؟ بگه راه شده، برای ما شده. یک فضیلت جزئی است برای از ثابت است. از دو خاطر در فضیلت‌های جزئی گاهی وقت خیلی یک آدمی که در مرتبه پایین است از آدمی که مرتبه بالا داره در اونمون فضیلت جزئی از او کده چی می باشه؟ فوق می باشه. اما فضیلت مطلق به طور کامل نیست. یک معنا. دوم معنا، این فضیلت بالا برتری در امو مخلوقات امو زمانه است، در کل زمانه ها نیست. و انی فضلتکم، شما را برتری دادم علی العالمین، بالای مخلوقات امو زمانه. در امو زمانه که دیگه مخلوق بود، بر اسرائیل الله برتری داده بود. چی برتری داده بود؟ یکی جای سکونتشان اعلاترین جای بود. شام بسیار سرزمین زیباست، خاک حاصل خیز است، آب و هوای معتدل داره، میوه های گوناگون بود، او مرکز دنیاست. مرکزی کجاست؟ دنیاست. و در غیر از مرکز دنیا همه چیزای قیمتی در اونجا بود. دوم نعمت که الله سرش کرده روان کردن دعوتگرای زیاد بود، انبیاء علیهم السلام زیاد. بنی اسرائیل از هر نگاه، هم از نعمت مادی و هم از نعمت معنوی چی بودن؟ بالکل برخوردار بودن. پس اینمی برخورداری باعث بالا از این میشه که بسیار شکرگزاری کی باشه؟ الله. بسیار خدمتگزاری دین الله باشه. ما مردم افغانستان هم همینطور بودیم. مملکت افغانستان واقعا براتون بگم بسیار مملکت زیباست. نه گرمی زیاد داره و اگرچه سردی کمی هسته، خب به اون پیمانه نیست مثل که در ممالک در جهان دیگر موجود داره، مثل سایبریا و کانادا و ای جاها واره. میوه های گوناگون داشتیم یا نداشتیم؟ بالکل داشتیم. خب نعمت الله را شکرگزاری کردیم؟ نه برادرها. شما یک مرتبه در شمالی برید، در هر قریهش چی یک میوه های گوناگونی بود، لیکن مسجد ها بند شده بود دروازش. یک در رمضان ملا گرفته میشد، یک آخوند پیدا میکرد و یک هم در زمستان دیگه آذان شنیده میشد. در یک مسجد گو رفته بود، یک هفته گو در مسجد بود. یکی داخل شده بود، دروازه مسجد از جمله قدیما دروازه قدیمی بود که واز میکردی باز خودش پس چی میشد؟ گو در داخل مسجد پلال خورده بود یک هفته. همینطور زمان پیش از کمونیستای نمی حالت بود. یک توی که میشد در دیهات افت شبانه روز سازنده اونجا چی میکرد؟ ساز میکرد، رقص میکرد مردم. خب مدرسه را بچه‌شون میدیدی؟ بگه مسجد آباد بود، ترجمه قرآن شنیده بودی در کدام جایی؟ درس شنیده بودی؟ خیره جوانا، بچهای جوان و دخترای جوان، شکر الله تبارک و تعالی زیاد بکشه. این نعمتی بزرگ است که الله برای شما نصیب کرده. الله که به بنی اسرائیل میگه که وانی فضلتکم علی العالمین، شما را هم همینطور میگه که عصر شما و زمانه شما همون زمانی است که اگر شما از همین وقتتان چی بهره گیری بکنید، از جوانیتان شما استفاده بکنید، بهترین وقت است، وقت مبارزه و جهاد است. خب وقت مبارزه و جهاد است. گاهی همی دوستا ما را میگه والا قطعی هر کس بچسب آخر آدم مانده میشه. شکری الله را بکش. تو که کدام مقام پیدا کرده، امتیاز به خاطری پیدا کرده که مقابل داری، مخالف داری. کی نباشه چی مقام داری؟ کلگی که جور باشه تو کدام امتیاز داری؟ نداری. امروز ما و شما سخت مقابله، خصوصا مقابله فرهنگی، یهود نصارا و افکار الحادی و بیدینی از هر طرف آمده رویست، خصوصا در شبکه های اینترنت و تلویزیون و بگوی کیبل و موبایل. شماست که مبارزه میکنه. اینی در میدان بزرگ امتحان الله تبارک و تعالی قرار داریم یا نه؟ خو الله بهترین موقع را برای ما نصیب کرده. چرا؟ موقع ترجمه قرآن برای ما نصیب است یا نه؟ این رمضان مبارک ما در درس قرآن تیر میشه. این مقام منزلت برای کی حاصل است؟ خو ما شکرگزاری از این چیست؟ ما پیشم براتون گفتم چیست شکرگزاری؟ شکرگزاری از این امی دعوت حق در گوش هر فرد مسلمان رسانیدن، با تکبر یا با دلسوزی؟ با دلسوزی، با عاجزی، با تواضع، با بسیار حکمتا راه های مختلف پیدا کو، گپ حق در گوش برادرت برسان، در گوش همسایت برسان. این مسئولیت شماست. در ترجمه قرآن که آمده این یک فضیلت است، یک امتیاز است که الله براتون نصیب کرده. خو این امتیاز زمان تجدید کده میتونه و از خود کده میتونه که همین حق با گوش دیگران برسانه. مردم دعوت ترغیب بکنی که با قرآن بشینه، یک روز بیاری قطع خود.
کرایش بده، خب نوازش بده. برادرای تبلیغ ندیدی؟ اول مسواک برات میده، باز از جیب خود یک عطر میکشه، باز تو را میگه که نه یک دانه جوسه که سرت نخورم بسیار گرمی است، ماندنیت نیستم. نمیتونیم، به خاطر الله تبارک و تعالی کار نمیکنیم. باید بکنیم. الله بهترین چانس نصیب ما کرده که ما یک نفر توسط ما عقیدهش جور شود. یک نفر چه امتیاز بزرگی داریم یا نداریم؟ اینمی قسم خو یادتان باشه که شیطان خطا نکنه تانه که اینجا ترجمه را یاد گرفتی، عقیده را یاد گرفتی، حالی کلی مردم برای دوزخی معلوم میشه یک خودت جنتی. نه اینطور نباشه. حالی غم خوری برای مردم بکن. الله بنی اسرائیل میگه اذکروا نعمتی التي، یاد کنی نعمتی مرا. اینجا یاد کردن نعمت توسط چیست؟ بگوی بیادر دعوت دادن به سوی امون نعمتی که نصیب از یا بود. انبیاء علیهم السلام در بینشان بود، حقایق واضح بود، به مردم باید واضح بیان میکرد، دعوت باید ادامه میگرفت.